ما در روی زمین در واقع چاکراهای زمین رو همانند چاکراهای هفت‌خانه بدن داریم. دوستان ببینید، من خدمتتون عرض کردم که از ستارگان دور و از ستاره آلسیون و از ستاره سول نیروی الکترومگنتیک، الکتریسیته و سایر انرژی ها از طریق قطب جنوب به صورت گسترده وارد میشه و الباقی انرژی هایی که نتونستن از طریق قطب جنوب جذب بشن از طریق چاکراهای در واقع روی زمین به طریقه لایه اتمسفر، آیونوسفیر در چاکراهای خاص زمین ورود میکنن و هر کدوم اثرگذاری خاص خودشون رو دارن. اینجاست که ما متوجه میشیم چرا بعضی از جاها روی کره زمین ارزش خاص دارن.